اومدیم اداره هفتم مبارزه با سرقت. این داخلون چه خبره؟ سارق گرفتن. بفهم. چقدر زیاد؟ چند نفر گرفتی؟ یک نفر. یه نفر؟ بله یه نفر. یعنی حاصل دستپخت یه نفره؟ بله سارق محتویات خودرو. یعنی منزل نبوده؟ خیر. اینقدر من تا حالا زیاد ندیده بودم. این همه جنس خیلیه. زنجیر چرخ خودرو. خب لای ماشین حتی به ماشین اورژانس هم رحم نکرده. اینا وسایل داخل اتاق عمله. از داخل خودروی اورژانس سرقت کرده. گذرنامه، شناسنامه، کارت ملی. بابا چیزی نذارید داخل خودروتون. ببین همه رو برده. به گونی برنج هم رحم نکرده. به گونی برنج هم رحم نکرده. از شیر مرغ تا جون آدمیزاد اینجا همه هست. این نتیجه زحمت‌های چند سال کار دینه؟ یکی دو سال کارش اینه. از ادخلوی ماشینتون هم نگذشته. انواع کد، کاپشن. شما مال باخته ای؟ چی پیدا کردی؟ من کفشم. خب اینا مال شماست؟ ماشینمو سه نصف شب 2 سال پیش از جلوی خونه شیشه‌شو شکوندن. کل صندوق عقب و کل وسایل داخل و همه رو بردن. آبربانکامو، دست چکامو، ساعت و یه سری مدارک شخصی و اونطور که ماموران پلیس آگاهی بررسی کردن 6 بار سابقه داشته، 3 بار سابقه سرقت بوده، رفته زندان، جزاشو کشیده اومده بیرون. الان چند تا شاکی داره؟ شاکیش الان بالای 70-80 نفر شاکی پیدا شده. بله. چند تا ماشین تا حالا خالی کردی؟ زیاد. یادش نمیاد. تعاملات خوبی هم که با دستگاه قضا داشتیم با توجه به دستگیری هدفمند سارقین و قرارهایی که برای این افراد صادر شد، همگی این سارقین رو تحویل زندان دادیم و حتی بهشون مرخصی که درخواست داده بودن این مرخصی هم بهشون ندادن به خاطر حفظ امنیت و آرامش مردم. توصیه بنده به مردم عزیز اینه که حتما خودروهاشون در پارکینگ‌های عمومی و پارکینگ‌هایی که ورود و خروجش مشخص هست ثبت میشه حتما اونجا پارک بکنن. چیزی داخل خودرو نذارین دیگه که خدا نکرده وسیله هامونو بیان به سرقت ببرن. داوود فتحعلی زاده، خبرگزاری پلیس.